نفس لذت بخش در دل طبیعت یک زندگی شاد و آرام به من شما میبخشه. آرام بخش ترین حسی که در زندگیت احساس میکنی واقعا قدم زدن در دل طبیعت میباشه. عزیزان دل، امروز نیز یک باغ بزرگ و سرسبز برای فروش داریم. جناب میرویس جان عزیزه در کنار خود داریم، در داخل باغی که متعالی ندیده بودم میرویس جان همچون باغی را. یا واقعا باغ عالی. چقدر زیباست. واقعا اگر باغ در دست من می بود من هم میفروختم این باغ. دستبند هستم بزرگوار. قربانت. اینال برام بگو این باغ چقدر متر است، چقدر بزرگیش است؟ 3 جریب است. از 3 جریب زیاد است، اما ما 3 جریب گفته سودا می‌کنیم. یعنی از 3 جریب زیادتر از بزرگتر به است. خاطر خدا راه چیز اعلام کردیم، به خاطر یعنی سرک راه را جدا کردین بله. به خاطر مردم، عبور و مرور مردم. خب میرویس جان بیا که در دل طبیعت یک قدم بزنیم که حال هوای ما دیگه شوه. درست. میرویس جان عزیز، ما شنیدم که بیشتر از 300 دانه درخت حاصلخیز با میوه‌های مختلف در این باغ وجود داره. واقعیت داره؟ 300 دانه درخت حاصل خیز داره، 150 دانه انگور. تاک انگور. تاک انگور. سالانه حدود چقدر شما سرمایه میگیرین؟ یعنی سرمایه به دست میارین؟ از هر سال متفاوت از نظر به نگه داشتن و طبیعت آب و هوا است. از 2.5 لک الی 3 لک. آب مستقل، هم از جوی می هم چای مستقل داره. هم چای عمیق مستقل داره؟ هم از جوی می. آیا ای باغ قواله یا سند قانونی و شرعی داره؟ قواله شهری پاک، کاملا پاک. کاملا پاک رفته در املاک چک کنن. میشه که به ما و بیننده ها بگویی که این باغ زیبا و طبیعت دلنشین چقدر قیمت داره؟ 47,000 دلار. 47,000 دلار. نرخ نهایی است یا جرآمد هم داره؟ جرآمد هم داره. 1,000 هم به خاطر مسافرها کم میکنیم. 46,000 دلار تخفیف. قربان زبانت. بازم جرآمد داره. بیاین ما خدمتشان هستیم. جرآمد قربانت سلامت باشی. دوستان عزیز، قسمه که ما از زبان خود میرویس جانم شنیدم، ما فعلا دقیقا داخل باغ قرار داریم که در ولایت بلخ، شهر زیبای مزار شریف، در قریه چلگزی. از کمربند بلخ گذشته، از برج لیسه چلگزی دور میخورین مستقیم، خلاصا نزدیک مکتب چلگزی یاد میشه. باغ خیلی بزرگ و سرسبزی که واقعا به انسان یک لذت و زندگی شادی میبخشه. عزیزان دل، اگر خریدار همچون باغی هستین، شما هم مثل ما عاشق طبیعت هستین، خریداران واقعی میتونن از راهنمای معاملات خوشیوال که در شهر زیبای مزار شریف، ناحیه 4 در کوچه تانگ تیل حسینی، در پیش مسجد عالم رسم، راهنمای معاملات خوشیوال.